داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود. این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید، به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت.